به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، خاندان مبارک. اولا ما اهل این خاندانم به مناسبت فرارسی توی این کودک که اینم باشم عقیقه است، تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی همین کودک عمری دراز، رزق فراوانی، صحت، خاطری جمع در آینده عالمان و قاریان با عمل یا که از متخصصان خوب شدن مثل باباها شد در این جامعه خدمت کردنشون الله سبحانه و تعالی اله نصیبه بدارد. و چنین روزی خرسندی و چنین روزی شادی را الله سبحانه و تعالی و کل خاندان ما اله مناسب بگرداند. چون که فرزند گهواره چشم انسان است، فرزند میوه دل است. عزیزان من، اینقدر ناز و نعمت، اینقدر ضیافت ها و توفیق انشاءالله به دنیا آمدنی همین انشاءالله کودک سبب شده است. عزیزان من، بسیار انشاءالله روزی خرسندی، روزی شادی در این خاندان از این نیست. چون که انشاءالله وقتی که ما و شما خاندار بشاد فرزندامون، یگانه آرزوی دیگری این اهل خانه به دنیا آمدن یک کودک، چی پسر است چی دختر است انشاءالله. یعنی این چیز انسان منتظر می شود و بسیار انشاءالله آرزو میکند و هر یک کسی که به این خاندان در توی عروسی داخل می شود و یگانه انشاءالله دعا که پروردگارا سال دیگر و این داماد نو عروس انشاءالله فرزندهای صالح و صالح کرامت نما، چنانه که خدا سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان چندین پیغمبرهای بزرگ، چندین پیغمبرهای نازنین دعا میکردند: رب هب لی من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا میکردم پروردگارا، یعنی برای من یک زنی خوب مناسب و برای من انشاءالله که فرزند که گهواره که چشم است برای ما عطا نما و ما را از پیشوایان متقی، خدا ترس، تقوادار و پرهیزگار بگردان. و دائم به این دعا انشاءالله این بزرگان دعا میکردم. من امروز ما شما حضور داریم در یکی انشاءالله خدا خواهد و دنیا آمدن کودکی. نام این محفل عقیقه است، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم خودشون در عقیقه کردند و این چنین نبیرگان شد. امام حسن، امام حسین که به دنیا آمدن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردن؟ عقیقه کردن. معنای عقیقه یعنی گرفتن موی سری همین کودک است. یعنی هر یک پیغمبر کودکی می آید و در گرم است. عزیزانی من انشاءالله، یعنی گرم آزاد کردن همین کودک از شیاطین و از چیزهای ضررناک به واسطه همین یک گوسفند و دو گوسفند عزیزانی من خدا خواهد اجرا می شود. ما شما حضور داریم انشاءالله. الحمدلله باید که این سحری پرفیض و پربرکات ناز و نعمت های الهی که این کودکان آمادن می توانیم تناول کنیم و انشاءالله کمتر باشدم صحبت ما درباره پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم می شود و گوش داریم و به انتهای و انشاءالله خدا خواهد آن طعام هایی که خانه کاده آماده کردن و تناول میکنیم و به شما عزیزان انشاءالله خیر و خوش میکنیم. عزیزان من انشاءالله باید ما پیغمبر نازنین دوست داریم. محمد صلی الله علیه و سلم
ما را دوست می داشت و دائم در دعاشو می گفت، پیغمبر می گفت اگر خداوندا یک امتی من در دوزخ موند من راضی نیستم. عزیزی من بین این دعا را یگان پیغمبر کردگی نیست. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم این دعا را میکرد که اگر یک امتی من در دوزخ موند خداوندا من از تو راضی نیستم. برای همین دوست داشتن این پیغمبر برای ما فرض است. عزیزان من باید این محمد را دوست داریم. حتی خدا در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این اگر میگه شما خدا خواهد انشاءالله خدا را دوست داریم، البته توبه ماشین انشاءالله خدا خواهد من دوست دارین، البته الله سبحانه و تعالی شما را دوست می‌دارد. دوست داشتن این محمد صلی الله علیه وسلم برای هر یکی ما و شما انشاءالله فرض است و قرض است. عزیزان من ببینید چون که الله حق سبحانه و تعالی محمد را دوست می‌داشت، از دوست داریش برای محمد الله در یک سوره محمد صلی الله علیه و سلم است. عزیزان من پیغمبر نازنین میگه کسی که انشاءالله خدا خواهد من از پدرشم از مادرشم از تمامی فرزند و مال دنیاش دوست ندارد وای مؤمنی کامل نمیشود. برای مؤمن کامل شدن از جان مونم انشاءالله از مال و از پدر و مادر و تمامی دنیا محمد باید بالا بسد. عایشه صدیقه روایت میکنن مادر ما و شما یکی انشاءالله خدا خواهد بهترین زنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که 2212 حدیث روایت کرده است از جنابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. همین گفتن رسول الله نماز نفل میخوند رکوع میکرد پروردگارا امتی امتی میگفت. وقتا که پیغمبر گفتن سجده میرفت پروردگارا امتی امتی میگفت. وقتا که نماز ادا میکرد در هر یک دعاش امتی 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 میگفت. یه روز رسول الله میگه طرفی من نگاه کرد گفت عایشه بسیار تعجب میکنی از امتی امتی من گفتن وقتی گفتن جان سپاریدنم وقتی از قبر خیستنم فردا در روز عرصاتم امت 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 میگم. ما امروز امت ها امروز شرمنده، ما امروز امت ها پای کی رفته هستیم، چی پای یهود چی پای نصارا چی طبق سنت های پیغمبر امروز زندگی داریم. شاعر میگد بود تا زنده حبیبی و دوست در غمی آسیانی امت بود. محمد تا زنده بود فقط امت 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 گفت. این عزیزی من انشاءالله یگان پیغمبر مثل پیغمبر مهربان و مشفق نیست. من دیگر پیغمبرها را تاریخ نظر انداز اندر انشاءالله که مشقت میشد دعای بد میکرد. مثل حضرت نوح گفت ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پروردگارا از این قوم من نصف نابود کن. اندر انشاءالله حضرت یونس بین اندر قومش خدا خواهد گناهی کرد که ترکش کرد و گریخ برفت. که پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم گرچه ما گناهکار باشیم دائم فقط امت 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 میگفت. ببینید وقتی رفتن حبیبی آزادم امتی امتی گفته جا دادم. وقتی رفتنش بود میگد لحظه های آخرین حضرت علی کرم الله وجهه دامانی بهترین پیغمبر میگه گوشکام در لب محمد موندون لباش پچراس میزد میگفت امتی امتی امتی. این پیغمبر نفس شوی نکرد، خانه شوی نکرد، زنش فکر نکرد، بچهش فکر نکرد، بلکه فکری من و تو کرد. نه که من و تو امروز چه داریم؟ من و تو امروز چی خدا خواهد انشاءالله غمی دین خورده سالیم، چی غمی قرآن خورده سالیم، چی غمی انشاءالله خدا خواهد برادر و غمی درج زن و فرزند تا نمیخیری که به نماز امروز گشتن. زنی بچه غمشن نمیخیری که امروز به نماز از خدا را نمیشناسن، پیغمبر را نمیشناسن. خواب هستی مثل خدا خواهد یک بی پرواهانه یک امتهای شرمنده
متاع رسوا کی یک بارک فکری انشاءالله فرزند نمیکنی، یک بارک فکری غمی دن آخرت نمیکنی. گفتی عطار میگد غمی دین خور که غمی دین است، همه غم ها فروتر از این است. این غمی دنیا بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است که در دنیا جاوید مون. گفت نه انشاءالله خدا خد ملیاردیر دنیا، نه پالوانت، نه زورت، نه پاشات، نه وزیرت، نه کرالت، نه زورت کجا شد؟ آخر این زندگانی مردن است، آبروی نزد مولا بردن است. آخر میمرید، آخر این زندگانی همین است. زندگانی مبینید وقتی آخر میگه تلخی جان دید، گفت ای پروردگاری عرش مجید، سختی جان اگر چنین باشد امتان موتیق این باشد. این سختی جان کنده گفت بسیار تلخ است. پیغمبر تلخی جان چشید انشاءالله خدا کرد. منو تو نمی چشم بگوی، منو تو که پیغمبر بهترین با مشفقترین حضرتی عزرائیل علیه السلام جان شد، مثل نگر یک پشمی که درونی خمیر میگیریش همچنان گرفتش تلخی جان دید. میدانی تلخی جان از چی میشده است؟ از مال مردم میشده است. عزیزانی من، سبزه روی زمین از دانه گندم است، تلخی جان کندن از مال مردم است. امروز همین هفته آخر شنیدم عزیزانی من، بسیاری مالها کسری که مرده سادانه است، اکثری بعض ایماندارا و به ایمان قصابان داده، مردم در گوش خود داده است. چقدر این اساس دارد من شنیدم عزیزانی من. بعض ها سرکسر شود 2 میلیون و 3 میلیون ده مارش گذرونده ساداده است قصاب. و قصابی به ایمانم این مالی کسلی را این مردم نمیخورانی، پگه جواب نمیدی، پگه گورت هم میسوزه، آخرت هم میسوزه. کسی مالی حرام خدا قد انشاءالله میتید، مالی که کسل است مردم برای زرجانی کرن، این چیزا را میتید پیش الله نب جواب میدی. یا امروز مولا مرده سادات است، برانده روی راست در سلت رسا پرتافتستش، این ناانصاف و از سگ میخرد، بعدی او سگ خوردش میآید خانه تو و بیماری این قشلاک فرا میگیرد. این قشلاک من از این رئیسای محله التماس میکنم که یک جای کامن سمسوگ پلش ما میتیم، یک جای کامن انشاءالله کسان مالایی که بیمار میشود مراجعت کنن، برنوش همونجا نکورش کنن. قرصان شده که حتی انسان نکور میکنیم. انسانی که من کسلی وبا اومد هممون پرتی و گاز پوشیدیم، هممون دهنامون بستگی چیکار کردیم، حتی مرده همون را به گراب سپاریدیم که نگذرد. امروز این مال هم همچنان است. امروز کسلی اومد بالای این استعمال نکن، این ششتی کرانتی آدم ها گورد میسوزن. بگه خدا ششتی کرد میکنه روز قیامت انشاءالله. بگه پیشگاه خدا در یک حلقی کس حرام کردی 40 روز در عبادت و در انشاءالله طاعتی و لحظت نمیمونه. ای خدا نمیترسی؟ اندک 3 میلیون و 10 میلیون گفتن ایمان تا نفروش. عزیزی من خدا خواهد انشاءالله پوست بلا بسری هوای مالی که میمرد به بیماری میگن همیشه بسم الله ذبحش کنو هوای هم صدقه میشه. خدا خواهد بر انشاءالله خدا خواهد ما تشکیل میکنیم انشاءالله خدا خواهد بر همون جان گورش کنه انشاءالله خدا خواهد. لیکن انشاءالله این کار نکه، از خدا بترس، از الله سبحانه و تعالی بترس. بگم میمری اندک پول گفته ایمان نفروش. خدا خواهد انشاءالله غارت دین تنته، غارت ایمان تنته. مسلمان مرد مراجعت کن. امروز تشکیلات دولتی هست، من اینجا خادمان حکومت است، حتی تشکیلات دولتی است که اومده خودش تو اگر آر کنی از قبیدنش جا بجات کرده میتید. من غمخوری حکومتی بزرگ بینین شما، ما غمخوار نیستیم. ما اندک پول گفته ایمان منم بفروشیم، اندک پول گفته خدا خواهد انشاءالله با خودش یکش حروم میمرده با خودش بسمیلش بگره، بسم الله الله اکبر. یک مالا بار میکنه، هم یک صاحبش گفت که همسایش میگه دورمدم داملا بکشش، گفت گوش هم نجمید نمیدونم، کشتمش برده دادش. میگه خدا نمیترسی، ای خدا عالم بترس خدا خواهد. اندک پول گفته ایمان تا نفروش خدا خواهد. و میاره با خلق همجا نمیتیش از سیشن بازار میاد خدا خواهد با منو تو میخریمش. نه که منو تو نگناه نیست، لیکن الله دیده ساده اید، الله خدا خواهد جواب گرده میکنه. پگه انمی خیلی جان تیت نه ماها جان کنده داده نمیتونی، چون که از مال حرام میشه. حلقی مردم حرام نکه عزیزی من. پیغمبر نازنین صلی الله علیه وسلم همه چیزو حلال و حرام بیان کرد. حرام دون، حلال
عزیزانی من حلال بدونین انشاءالله خدا کرد. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم دائم دو امتشون دعا میکردن عزیزانی من. بینین یک روز میگن ابوبکر صدیق بسیار شنیدم، بسیار دلگیر شدم، به خدا دکم پروردگارا جسد من چنان کلان که در این دوزخ بود تو بگیره که فقط محمد غمی امت میخیره طاقت نکردم. میگه بینین عزیزانی من، حتی پیامبر علیه السلام با خودی گفت خداوند ای محمد گفت اگر امتا ذره بار ایمان داشته باشم فقط داخل جنتش میکنم. فقط رسول الله گفتن امتای من سه قسم به جنت میدرایند، یکیش به حساب و به کتاب میدراید اگر گناه نداشته باشی خدا خد. یعنی خیلی کارهای حروم نکراشی و دائم به توبت نماز و طاعت عبادت داشته باشی، از همین قبر خستن زمان قنات پیدا میکنی و نزد دروازه جنت میری. اهل جنتیات دخترای جنت میپرسیدن که جنتیات شما حساب ندیده، ترازه را ندیدی، یعنی پول صلات ندیدی؟ میگفتن نه، از همین مجرد خستم ما الله قنات پیدا کردم میسی انشاءالله کبوتر و کرگس امروز نزد دروازه جنت اومدیم. بعضی ها گفتن ثوابی آسان کتی جواب جنت بدراید، بعضی ها موافقی گناه سوخته در دوزخ عذاب کشیدن. گفت پیغمبر سلام بس شفاعت میکنن ما موتیک عذاب خدا نداریم انشاءالله خدا خد. ببین 4 کرامتی که شانسی که میگد حضرت بای آدم به محمد امتاش داد به من نداد. یکی همین گفت وقتی که من در جنت بودم گناه کردم خدا من از جنت رانده کرد. امتای محمد گفت هر روز گناه میکنن در بیرون جنت لیکی با توبه میکنن و الله سبحانه و تعالی با جنت میدرانه شد. من خدا در دنیا که پرتاب گفت آخرین توبه من در مکه قبول کرد. من عرفات میگن جای قبول توبه بای آدم چندین حاجی ها رفته امروز دیده اومدن. همونجا مقامی بای ابراهیم یعنی بای آدم قبول شدن همین جده به نام جدم بابا هست. همین حضرت بای ابراهیم یعنی بای آدم بنوش از جدم. همونجا میگه توبه ما قبول کرد. لیکن امتای محمد کجایی که توبه میکند خواه در خانه خواه در کوچه خواه در ایرکود خواه در یکود خواه در آسمون یا در فضا در کجایی که استغفرالله گفت الله سبحانه و تعالی این شانس گفت یگان کسی نداد. از بینید چیزی که وقتی که من گناه کردم گفت لبلی چک شدم گفت لباسام بدل شد. لیکن امتای محمد چقدر گناه میکند لباساشو کشیده نمیشود. خدا ما شما را شرمنده نمیکند. آدمش لباساش گم شد در جنت شرمنده آورد شرمگاش قبیده چلوچت میدوید. بیا الله امروز خدا خواهد چقدر گناه داری لباس نمیکشد. یک شانس دیگرش گفت وقتی که گفت من گناه کردم من کتی زن نگفت ما بینش خدا جدا کرد. به یک روح تا 300 سال گریه کردن یا دیگه شکافتن تا ای که خدا خد در کعبه رفته ما شما بیمون خدا خد نکامو بریده نمیشد. بعد تو فعلی گناه این شانسا را خدا برای من تو داد هیچ کس ندادگی نیست. عزیزی من بیا که خدا خد دوستی خدا بیا امروز انشاءالله محمد دوست دار. محمد انشاءالله سنتاش بجا بیار، نماز خون طاعت کن عبادت کن فرمان خدا را بجا بیار. گفته ای خدا کنی شاد شوی گفته ای شیطان کنی خار شوی. عزیزی من حضرت مولا میگد کسی محمد را دوست دارد کجا مالک ورا دوزخ ندارد. کسی که محمد دوست می‌دارد جای تو دوزخ نیست، فقط چون که محمد شفاعتگری من است. پیغمبر کسی را شفاعتگر است که او در جاده پیغمبر است. پیغمبر که شفاعت میکنه کسی که سنت‌های پیغمبر را زنده میکنه، چی در خوردن آشامیدن راه گشتن راه رفتن. عزیز من انشاءالله تیپ که سنتای پیغمبر که یهود و نصارا نمکه سریلیچ و کنیلیچ خانه را امروز خدا کرد تیپ که سنتای پیغمبر یک میکیک یک تریکات که تخورد. مثل سنتای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دائم با سلام باش، خوش خلق باش، خلفش باش. بینید پیغمبر یک کس سوال داد اومد گفت یا من دین یا رسول الله. دین چیه؟ گفتن دین گفتن حسن خلق معامله خوب بخر معاملت زور که به همسایت معاملت زور که به اکد همسایت زور که به دارد زور که باور که معامله خوب داشته چه این خرجاش بدید.
معامله خوب داشته باشید، خلق دوست داری، قوم و جمعیت دوست داری، انشاءالله خدا کرد زندگیت با همین خلق باشد میخردد. من مسجد ببینید 5 خادم داریم، همین خلق اگر نمیخرید اون مسجد و قدر برپا نمیشید. سبحان الله. من از خلق عزیزم انشاءالله ما راضی هستیم، الله راضی شود. هر یک فردی هوشیار زمین الله روز قیامت چی از زنها و چی از مردها قصرهای پاشانشین بنا کنند انشاءالله. یکیش از تلاوت، یکیش از نکره میشود. ما شکر دیده که در 2 سال و 2 ماه مسجد برپا شد. یعنی از طرف حکومت 20 نفر آدم اومدن، یعنی مسجد خدا خواهد انشاءالله چکار کردن؟ سنجیده برمدن، گفتن حضرت چند ماه شد؟ گفتم 2 سال و 2 ماه. سبحان این خیلی گفت مسجد تیز نشده است. من کجای میشم 3 سال و 5 سال دوام میکند. گفت سبحان الله خلقی همینجا در رحمت. گفت شما را تشکر کردی. گفت خلقی همون وقت با 20 بچه کار داشت. بسیار خرسند گفتن این خلق تشنه بود است، باید این مسجد کشاده شود. در راه امضاها شد، دین کاغذ مسجد دیپلمش اومد. سبحان الله. خدا با مجردی کار ادا کردم فعالیت مسجد خدا خود فرا میگیرد. با سبحان الله الحمدلله. الله چونکی شما خلق عزیز خریدین انشاءالله، شما خلق عزیز دوستداری خدا و دوستداری پیغمبر بده و دوستداری آخرت بده که این مسجد با آخرت سنتی خدا مدح میکنم و شما را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر. کیا مسجد آباد میکنه؟ کسانی که ایمانی به خدا داره و ایمانی بر روز همه آباد نمیکنه. هر پلدارایی که لو زدیان مسجد حالی ندیدیان. سبحان الله. هر پلدارا من دین خدا خواهد یک برادر نامش ذکر میکنم انشاءالله. اینا ما و شما محمد میگیم در مگه گفته که دنیا مشهور شده هستم خلاص در ایرکوت خدا خواهد زندگی میکند و شیاری است الحمدلله. بابا و اصل شریشش و شیاری است در شرق آباد زندگی کنم. همین برادر خدا خواهد $5000 به مسجد گذراند. گفت که حضرت گفت انشاءالله مسجد آباد کن، ما با درخی بشیم، با ما خدا خواهد خیل میکنیم، با احسان میکنیم. همین برادر خدا خواهد اکثر آدم گندش میکنن، لیکن انشاءالله فایدهش همه شما در دستگی است. من نرفتم ایرکوت. انسان باید که میگه یک نون و نمک خیلی چی راست پاس دارد. امروز چی شده است؟ اندکم یک مردم خیلی سر گندد این خیلی نشد. خدا خواهد انشاءالله میگه اگر یک نان خوردی 40 سال پاس دار انشاءالله. همین برادر خدا مبارک کند انشاءالله. خدا خواهد همیشه در خدمت تمامی همین انشاءالله سوخ زمین هستن انشاءالله که دو معمای دارن میروند. همین دیروزم دیدمش خدا خواهد چند برادر در پیش شیشتگی بود. سبحان الله الحمدلله. الله کس خدا خواهد بعدیش فکر نکن. البته انشاءالله به خطا خدا هست، همه خطا دارن، لیکن همیشه نیکی های آدم ها را ذکر کنیم انشاءالله. همین خیلی سخاوتمندان من در شهر زمین چندین سخاوتمند هستن که مخفی خدا خواهد مسجد یاردم کرده. الله دونه خدا مبارک کنه. همه صحبت یا علما حضور دارن با خدا خواهد رشته سخن میتیم افقاتم خنک نشود. با 5-10 منوت انشاءالله خدا خواهد دوملا حضرت عبدالله و شما عزیزان هم صحبت میشوند. بلین عزیزانی هم بیایید هممو یک تن با یک جاشه یک شعار بود در شوره همه برای یک کس برای همه. اگر همین شعار در بین قوم ما و شما باشد هرگز در اینجا یگان کس خوارم نمیشد، یگان کس محتاج خدا خواهد یک بریده نونم نمیشد. چون که در عرفیت میگن کن یک بریده تیان سیر میکنی خدا خواهد انشاءالله. یک تای زنندن میمونی همین مردن شگون کنیمو همین خدا خواهد سیر کردن محبت عشق الله و محمد که یک جای اگر زندگی کنیم سعادت ای دنیا و او دنیا انشاءالله خدا خواهد مشرف میشیم. اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. رحمت استاد نماز جلسه مراسم محترم جماعت برای موش خیلی منزل پر مضمون همه خیلی مریضا پروردگار در بین ما مکرم و بسیار کردن. همه خیلی استادا سخنانش شنیده هر کی مونده بسیار نصیب کرده. انشاءالله در این خدمت پیغمبر علیه السلام حیات را گفتن. روز عایشه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام دیدم که در حالت کیفیت شاد بود. عایشه رضی الله عنها در همونجا خواستم که من پیغمبر علیه السلام یک دعا گیرم
یا رسول الله در حق من دعا کنید. پیامبر علیه السلام عایشه گناهاش مغفرت که گفته در حق عایشه مادرمون دعا کردن. محترم جوان عایشه رضی الله عنها گریان شدن که رسول الله در حق من صمیمی دعا کردن. گفتم من ای عایشه ایا کردگی دعای من که همین خیلی گریان میشه. با پروردگار قسم که بعد هر یک نماز من در حق امتم دعا میکنم. در هر حق امتم بعد هر یک نماز استغفار میکنم. به من با گفتی استاد پیامبر علیه السلام در حق ما چقدر عملهای خوب داشتن، نیتهای خوب داشتن، امید داشتن. امروز ما و شما همین امت نومشمون خلاص. محترم جماعت همین امتی گفته که نومش خلاص عمل نیست. روز پیامبر علیه السلام یک عربی اسب خرید میکنه. عربی با پیامبر علیه السلام سودا بسته شدن بعد اسب خونه تو میبرم پلا میگیرم شرطنامه میشه. در راه پیامبر علیه السلام پیشتر رفته پلا من حاضر کنم گفته پیشکی میروم. عربی اسب پیامبر علیه السلام کفای رسول الله میبرم. در راه تمام انسان ها اسب اما عربی دیده اسب خوب بوده چند پول سودا شد افلان تا این ارزون سودا شده. عربی شنیده من اسب ارزون فروختم گفتگی غایه مفکوره در دلش جای شد. دمک حال اینا قیمتتر نرخش بده گفته او کرده رفته در فکر عربی همون اسب نرخش برداشته شد. حالی ما و شما بعضی میشه میخواد حالت عربی پیش رسول الله رفت و اوش مفکورش دیگه شد. پیامبر علیه السلام فریاد کرد اسب خری خر نخری من دیگه کس نمیفروشم. رسول الله حیران شدن من برات شرطنامه کردم اسب فلان سود خریدم انا من پلا حاضر کردم گفتم من نه این اسب نرخش سودا میکنه سودای نقد میکنه من دیگه همین اگر تا گیری میگیری نگیری من ای دیگه میفروشم. گفتم بعد رسول الله در شاق قرار داد. محترم جماعت رسول الله حیران شدن که خیلی حالت چی گفتن. در همون زمانه در دور رسول الله سودا کرده یگان تا صحابه رسول الله اشتراک نداشته که در همونجا عربیه چیکار کنن اوی فلان نرخ نت سودا کردی رسول الله کردی برکه کردی گفتگی چیزا گفتن در یگان صحابی حجت نآورده. یک دقیقه رسول الله حیرت موندن بعد عربی با دیگه دیمان هیچ کس نبوده گفتن ای محمد من امی اسبتنا برای تو فلان سوم میفروشم اگر خواهی خری خر گفته دادی گفتم بعد یک صحابه ای فلانی اسب با پیامبر علیه السلام سودا کردی چوی خیل کرده است گفتگی گپ کردن بعد عربی خفا میگردن خود با خودش در دل شک کرده دیمان سودای من گواه بده گفته چند پول سودا کردم گفتم من فلان سود سودا کردی گفتم بعد عربی در همون جا حیرت نقدده ها همین سودا کردن. پیامبر علیه السلام همون صحابه میبینن که در سودای رسول الله اشتراک نکرده بود. در سودای رسول الله در اصل نبود. عربی پولش داده اسب گرفتن بعد عربی رفتن بعد پیامبر علیه السلام ای حضرت برای چی در سودای من اشتراک نکردی و گپی دروغ زدی گفتم بعد یا رسول الله تو برای ما ای آسمان خبر میاری ای پروردگار خبر میاری ما باوری میکنیم نخواد که امروز سودای تو ما باوری نکنیم این چه خیلی عمل میشه. ما گفتم بعد پیامبر علیه السلام باور میکنه. محترم جماعت در حالت گریان کردن اومدن اگر همین انسان یک گواهی دیه دو کس گواهیش نمیگذاره گفتن بشارت داده. این ابنه که محترم جماعت صحابه برای رسول الله همین خیلی گشتی محیط بده. امروز ما و شما اخلاص دین ده محمد علیه السلام حقیقی پیغمبرش نه اخلاص ما و شما نیست. یک حدیث گویم یک سنت گویم بعضی حالت اگر امکانیت داشته باشیم عمل میکنیم لیکن ما و شما اگر کار دنیاوی مو سودا مو عمل دنیا مو اگر پیش بیاد همون سنت همون دنیا پیش دینی ما و شما میدارن. پروردگار در همین بارد یوم لا ینفع مال و بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت میگه پروردگار مالهای شما و فرزندهای شما را منفعت نمیدید مگرم به دل سلامت اومدگی انسان.
برای این پیامبر علیه السلام ابراهیم علیه السلام و پروردگار خلیل این دوستی نزدیک بود. سبب ابراهیم علیه السلام در دلم گناه نکرد بود. یعنی ما و شما در دل یک گناه یکی در فکر ما و شما میآید. ابراهیم علیه السلام در همین حالی در دلشون گمان بدم نآمده. یک گناه کنم گفتگی چیزم نآمده. و گفته استاد امت پیامبر علیه السلام از شرافتش که دلهای ما و شما نمی اومده گناه پروردگار ما برداشت. پیامبر علیه السلام تجاوز عن امتی ما وسوس به صدورها ما تعمل به او تتکلم. پروردگار ایامت من برداشت در دل وسوسه میشتگیه مادامی که عمل نکنه فعالیت نبره گناه نیست گفتن. یعنی در دل انسان یک گناه اومد یک گمانی بد اومد مادامی که اول زبان خارج نکنه یا که عمل نکنه هوای گناه نیست گفتن. لیکن در مقابل همین در دل انسان عملی خوب اومد انشاءالله من همین برادرم نمیاد کمتر یاری میکنم انشاءالله من برای مسجد فلان میکنم خدا خواهد من برای پدر و مادر در آینده حج میسر میکنم. همین خیلی عملهای خوب به انسان در دل وابسته کردیم همین حسنات میگرفته همین اجر میگرفته. لیکن گناه نمیگرفته مادامی که عمل نکنه و زبانش خارج نکنه. برای همین محترم جماعت امروز خیلی موضوع خوب شد استاد. ما امت فقط در زبانش خلاص امت فقط در همین زبان ما شما شید در عمل نشید. اگر در عمل شد نور بالای نور میشه. امروز نه همه خیلی امت ضعیف شدیم که پیامبر علیه السلام صحابه ها گفتند اگر شما 10% یک چه کنده کنید شما نجات نمیه گفتند. پیامبر علیه السلام بشارت جو میده که 10 یک چه اگر کنده کنید نجات. آخر زمان همه خیلی امت ضعیفی من میاد که 10 یک شم کنه نجات میاد گفتند. ما و شما با بشارت این ما و شما بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایده یک شم کنه نجات میاد. امروز همو یک شم کردن حرکت کنه اینکه این آخرین نقطه. لیکن خواهیم که شما عزیز شید در دنیا در آخرت سنت برای خودتون لازم بودن. یعنی سنت قرآن در حدیث نعمل کرده حیات بره. البته در دنیا هم سر بلند میشه و در آخرت هم. البته در دنیا سنت رسول نعمل کرده که انسان در چهرهش نورانی در حیاتش بخت میشه. البته بخت پول و مال ما و شما با بسیارش مبلغ های ما و شما بسیارش نیست. پروردگار لو آمن اهل الكتاب لفتحنا عليهم برکات من السماء. اهل کتاب ایمان میورد ما برکات از آسمان کشیده میمودیم. این بخت در ایمان محترم جماعت بخت در اسلام. همین خیلی انسان ها میبینیم ایمانش مکمل اسلامش تامه همون انسان خاطر جمع حیات میبرد. همون انسان یک نسبت به بویای دیگر دنیاوی انسان ها فرق داره. سبب پروردگار دادگی حیاتش ناراضیه. پروردگار دادگی نعمتاش قناعت کرده حیات میبره. پروردگار در دل و سکینت خاطر جمع نازل میکنه. الان در روی دنیا میلیاردر هم میدیم که پروردگار ایمان نداد و اسلام نداد همون انسان در چهرهش نور نیست در تنش شادی نیست. میلیارد درآمدش باشه و انسان سیر نیست کشنه. لیکن امروز ایمان آورده پروردگار تقدیر الهی ناراضی شدگی انسان کم هم باشه پروردگار شکرانه کرده در دل سکینت پروردگار نازل میکنه. این بخته. بیجی سوره و العصر پروردگار نازل نکرد والعصر ان الانسان لفی خسر. با زمان با عصر قسم که انسان در زیان انسان در ملامت او پروردگار. یعنی انسان تمام انسان در اینجا سوره نکره کردی تمام انسان میگیره. تمام انسان در حالت زیانه مگرم در پروردگار بیان کرد الا مگرم آنانی که ایمان آوردن عمل خوب کردن اینا زیان نیستن. من در روز شما میلیارد درآمد داشته باشیم میلیارد پولم دولت ها باشد ایمان اسلام نباشد ما در زیان بدیم. اینا پروردگار گفت صاحب دنیا و آخرت گفتگی کلامه. کدام انسان ایمان آورده اسلام داشته باشه همون انسان در زیان نبوده. demak ما و شما در اسلام ایمان محترم جماعت و پروردگار شکرانه کرده عملهای خوب کرده حقیقی امت شدن ما و شما چیکار کنیم کوشش کنیم حرکت کنیم.
انشالله روز قیامت پیامبر علیه السلام امتاش در سه حالت نمی افتاده. در سه حالت امتا پیامبر علیه السلام عایشه رضی الله عنها روایت کردگی نه ترازن نه سیرات نه و همون حساب کتاب اولین سرشایش. demak در پیش حوض کوثر پیامبر علیه السلام تمام امتاش ای حوض کوثر با ایدیش با پیوله میگویم بخواسته آب دادن. بعد بعضی انسان ها پیش پیامبر علیه السلام گرفته میبردیم. پیامبر علیه السلام در پیش حوض کوثر داد میزدند امتای من کجا برده؟ گفتم بعد ملک ها ای محمد بلیت نمیدونی که اینا در دنیا چی عملها کردن، چی فسق کردن، چی گناه کردن، اینا جاش اینجا نیست، اینا جاش دیگه جای گفته میبردن. یعنی در دنیا فقط امت گفته زبان کرده دعوا کرده عمل نکرده که انسان همین خیلی حالتان رو پرو میشته در آخرت. برای همین محترم جماعت امروز هم عمل هم اخلاص کردی محبت کردی عمل کنیم انشاءالله. پروردگار و امرت ان اعبد الله مخلصین له الدین، ای نومی پیغمبر من اخلاص کردی در دین یعنی اسلام در عمل میکنم. گفته من عمل شد. گفته پیغمبران چیکار میکنن؟ صدا یعنی همین عمل سخنا میگن. اخلاص کردی محبت کردی اسلام در عمل کرده انشاءالله. در محله ما یعنی نمیده که در کدام جمعیت حقیقی خداشناس باشه همون محله نبدگی مسکینان ده، همون محله نبدگی معما بس شرافتی همون اهل علم باشد یا که همون زکی انسان ها مسکینان ده یاردم داده می شود. دیگه سبب این رسول الله میکردن. رسول الله در زندگی میکردگی وقت مسکین ها شاد بدن. امتان پیامبر علیه السلام در همون وقت خور نمیشیدن. حقیقی امت گفتگی انسان چیکار میکنه؟ امروز مسکینا دستگیر میکنن، یتیما سرش سیله کرده انشاءالله، محتاجان یاره میکنن. این طبق سنت شریعته. این گفتنی نیست که شریعت فقط عبادت کردی برفته فقط 5 وقت نه. شریعت در دنیا هم هیچ نرسه قانون قاعده داره انشاءالله همین به عمل میکنه. انشاءالله صحبت به پایان میرسه. دوستان در بالا خیلی عملها گفتم. اگر ما محترم جماعت امروز فقط عمل کردنه که همین نعمت ها پروردگار فردا ما و شما میپرسه چی عمل کردی؟ گفتم بعد در یک چطوری دیل یک برای رضاگی پروردگار فلان کار کردم، فلان کار برای خاص رضاگی تو کردم. گفتم ما و شما بسته بریم انشاءالله نور بالای نور میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.